سلام عرض میکنم به یکی شما دوستان ارجمند. بنده هلالی صبر هستم و خواستم اینجا شعری را از شاعر بزرگ مهر بهادر، نوحه سری جنگ های تروریستی جهانی امروز، برای شما قرائت کرده باشم. گریه های سنگ را دیدم دریغ، گریه های سنگ را دیدم دریغ، خنده نیرنگ را دیدم دریغ، خنده نیرنگ را دیدم دریغ. آبرو از شیشه ناموس ریخت، آبرو از شیشه ناموس ریخت، قصد ساغر جنگ را دیدم دریغ. در جبین نوجوانان برمحل سرخطی آژنگ را دیدم دریغ، سرخطی آژنگ را دیدم دریغ. جنگ را نادیده جنگاور شدم، مردنی فرهنگ را دیدم دریغ، مردنی فرهنگ را دیدم دریغ. زنگی آینه را بشکست و گفت باری دیگر زنگ را دیدم دریغ، باری دیگر زنگ را دیدم دریغ. زنگ یعنی چیز میدانی تو هم، چهره افرنگ را دیدم دریغ. کج کلاه چنگیز را در دور نو، کج کلاه چنگیز را در دور نو، باز تیمورلنگ را دیدم دریغ، باز تیمورلنگ را دیدم دریغ. چون به خون آغشتگی رنگ نماند، من کجا ارژنگ را دیدم دریغ. شیری مادر سرخ شد ز آواز تیر، باری دیگر جنگ را دیدم دریغ، باری دیگر جنگ را دیدم